سلام دوستان، امیدوارم که وقتتون بخیر باشه. ممنونم که دوباره یکی از ویدیوهای من رو انتخاب کردید. امروز یه موضوع خیلی جذاب داریم، یه موضوعی که به شما کمک میکنه که دانشتون رو افزایش بدین. میخوام بهتون یاد بدم که چطوری سریعتر و بهتر مطالعه کنید. خب دوستان، من میخوام بهتون یاد بدم که چطور همطور که گفتم بهتر و سریعتر مطالعه کنین و چطور مطالعهتون مؤثرتر باشه تا نتیجه بهتری بتونید ببرید و بتونید زمان بیشتری داشته باشین برای اینکه فعالیت‌های دیگه‌ای رو انجام بدین. چند تا تکنیک مختلف رو بهتون یاد میدم که بتونه کارایی مطالعه‌تون رو افزایش بده و مطالب رو بهتر یاد بگیرید. اول باید شما برای مطالعه‌تون هدف گذاری بکنید. یعنی چی؟ یعنی اینکه هر چیزی رو قبل از اینکه بخواید مطالعه بکنید باید یه هدفی رو براش مشخص بکنید. یعنی باید بدونید که قصدتون چیه، چه چیزی رو میخواین یاد بگیرید. این کار باعث میشه که بهتر بتونید تمرکز بکنید و به شما انگیزه میده تا بتونید مطالعه مؤثرتری داشته باشید. دوم اینکه مطالعه کردنتون رو میتونید به بخش‌های کوچکتری تقسیم بکنید. این کار باعث میشه که مطالعه کردن براتون خسته کننده نباشه. به خاطر اینکه برای بعضی از ما اینطور هستش که وقتی که یه طولانی رو میخوایم مطالعه بکنیم احساس خستگی میکنیم، ولی اگه به بخش‌های کوچیک تقسیمش بکنیم دیگه احساس خستگی نداریم. و این کار باعث میشه که برای هر بخشی میتونیم زمان بندی بکنیم و مشخص بکنیم که هر بخشی رو تو چه زمانی میخوایم تموم بکنیم. این کار باعث میشه که یه حجم بزرگی از مطالعه کردن رو تو قسمت‌های کوچیک انجام بدیم و تمرکز بیشتری خواهیم داشت وقتی که یه چیز کوچیکتری رو میخوایم مطالعه بکنیم. نکته شماره 3 استفاده از یه روشی هست به نام PQRST. PQRST حالا براتون توضیح میدم که هر کدوم از اینا به چه معنا هستش. این دوستان یکی از روش‌های مؤثری هستش که برای مطالعه سریع و یادگیری بهتر ازش استفاده میشه. P برای کلمه پریویو هستش، یعنی پیشخوانی. قبل از اینکه مطالعه‌تون رو شروع بکنین به فهرست و عنوان‌ها یه نگاهی بندازید. بهش میگیم پیشخوانی یا پریویو. Q برای question هستش، یعنی پرسش، سوال. سوالایی رو از خودتون بپرسید که جواباش رو میخواین از این مطالعه به دست بیارین. و حرف بعدی R هستش به معنی read یا همون مطالعه. حالا که ما پیشخوانی رو انجام دادیم و سوال هامون رو پرسیدیم، حالا میخوایم read یعنی به دقت اون متنمون رو شروع میکنیم به خوندن. بعد حروف S هستش، حرف S هستش به معنی summarize یا یادداشت برداری. یعنی ما مطالب مهمی رو که داریم راجبش مطالعه میکنیم، مطالب مهم رو به صورت خلاصه می نویسیم. و حرف آخر T که برای کلمه تست هستش به معنی بازبینی، یا تست رو میتونیم به عنوان یه سنجش هم ازش استفاده بکنیم. خودتون رو با یه سری سوال وقتی که مطالعهتون تموم شد و خلاصه نویسی رو انجام دادید، با این سوال ها میتونید تست بکنید تا ببینید که چقدر یاد گرفتین. پس پیشخوانی، پرسش، مطالعه، یادداشت برداری و بازبینی. نکته شماره 4 استفاده از تکنیک پومودورو هستش که من این رو توی یه ویدیو دیگه براتون توضیح دادم. میتونم لینکش رو براتون بذارم، حتما اون ویدیو رو نگاه بکنید. براتون توضیح دادم که چطوری میتونید از این تکنیک پومودورو استفاده بکنید
توی اون کار من توی اون ویدیو در مورد یه سری تکنیک ها توضیح میدم برای اینکه تمرکزتون رو بالا ببرین و اونجا با دیتیل براتون توضیح دادم که این تکنیک پومودورو به چگونه هستش. ولی اینجا هم یه توضیح کوچیک میدم که شما 25 دقیقه مطالعه میکنید، به خاطر اینکه توی 25 دقیقه شما بهترین بهره وری رو دارین. بعد 25 دقیقه 5 دقیقه استراحت میکنید و دوباره برمیگردید به مطالعه کردن. بعد از 4 تا 25 دقیقه مطالعه کردن و وسطش 5 دقیقه استراحت کردن، شما یه استراحت طولانی بین 15 تا 30 دقیقه دارید و دوباره برمیگردید به نقطه اول. نکته شماره 5 استفاده از یادداشت برداری فعال هستش. یادداشت برداری فقط برای این نیستش که دوستان شما اطلاعات رو ثبت بکنین. این کار وقتی که شما یادداشت میکنید باعث میشه که اون متن رو که دارید میخونید بهتر درک بکنید و بهتر توی ذهنتون میره و برای یادآوری براتون بهتر هستش. به جای نوشتن این که فقط کلمات کلیدی رو بنویسین، اون چیزی رو که مطالعه کردین به زبان خودتون بازنویسی بکنید. این کار باعث میشه که اون مطلب رو بهتر درک بکنید و بیشتر توی ذهنتون میمونه، توی ذهنتون ماندگارتر خواهد شد. و نکته بعدی یادگیری به روش تصویرسازی هستش. تصویرسازی ذهنی یکی از قدرتمندترین تکنیک ها برای یادگیری هستش. شما وقتی یه چیزی رو دارید مطالعه میکنید سعی کنید اون اطلاعات رو به صورت تصاویر یا نمودارهای ذهنی بیارید توی ذهنتون. این کار باعث میشه که بهتر توی ذهنتون جا بیفته و بهتر به یاد بسپرید و بعداً بتونید ازش استفاده بکنید. و نکته شماره 7 مرور و بازبینی منظم. یکی از مهمترین مراحل توی مطالعه مرور منظم مطالب هستش. بعد از اینکه شما مطالعتون تموم میشه برای چند دقیقه برگردید و مطالبی رو که خوندید و بازنویسی کردید برای خودتون خلاصه برداری کردین رو مرور بکنید و اینکه چند ساعت بعد یا حتی چند روز بعد دوباره به اونها نگاه کنید و دوباره برای خودتون مرور بکنید. این کار باعث میشه که اون مطلب توی ذهن شما تثبیت بشه. و اینکه استراحت و خواب کافی. دوستان استراحت و خواب مناسب برای تقویت حافظه و یادگیری یه نکته ضروری هستش. شما حتما باید به میزان کافی استراحت بکنید، خواب منظم داشته باشید تا مغز شما اطلاعاتی رو که یاد گرفتین پردازش و ذخیره بکنه. همیشه به خودتون اجازه بدید که استراحت کنید و خواب کافی داشته باشین تا اینکه بتونین مطالعه بهتری داشته باشین برای یادگیری مطالب جدید. خب دوستان، با استفاده از این تکنیک هایی که بهتون گفتم میتونید به طور مؤثرتر و سریعتر مطالعه کنید. هدف اصلی ما از این تکنیک ها این بود که مطالعه برای شما کارآمدتر، لذت بخشتر و بدون استرس باشه. و یادتون باشه که مهمترین عامل برای یادگیری تمرکز و انگیزه هستش که به شما کمک میکنه که یه موضوع رو بهتر درک بکنید و به خاطر بسپارید. امیدوارم که این نکات به شما کمک بکنه. ویدیوی ما رو حتما لایک کنید، با دوستاتون به اشتراک بذارید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.